سلام دوستای عزیز، خدا کنه که خوب باشین. این ویدیوی من فقط برای بچه‌ست. پس دخترای ویدیو را کش کنید بالا. به خاطر که بچه‌ها زیاد شکایت کرده گفته بود چرا بر ما جور نمیکنی، غیر غیبت ما رو میکنی. پس در این ویدیو من غیبت دخترها رو میکنم. اولی بچه‌ها، من سه چیزا میگم که دخترها بسیار زیاد دوست دارن و اگه این کارا کنین عشقتان دوامدار میباشه. واو چقدر رومانتیک. پس ویدیو رو تا آخر ببینین. اولیش، ما دخترها چی را زیاد دوست داریم؟ مثلا مرد زندگی ما همیشه کمرای ما می باشده بیرون، بجز ما طرف هیچ کس سعی نکنه و هر طرف که میریم فقط از ما تعریف کنه، بگه عشقم تو چقدر امروز مقبول شدی، این رنگ چقدر بر تو مقبول معلوم میشه، این لبسری چقدر بر تو مقبول معلوم میشه. بسیار دقت کنم، مثلا خطش میزنیم یا لبسری هر چیز بسیار دقت کنم باشه که در بالام سر صداست در جیب تو. اوکی، میریم به دومیش. یعنی که اوکی، امی اولیش همی بود که باش بالا سر صدا شد، ما گفته نتونستم تا آخر. ما دخترایی را خوش داریم که زیاد مثلا بر ما کسی را که دوست داریم بر ما بویه که تو امروز مقبول معلوم میشی، چقدر چشمایت مقبول چور کردی، چقدر مویایت مقبول شده، مثلا چقدر لباسای تو برات مقبول معلوم میشه، یا این رنگ چقدر بر تو نمود میده. این چیزا را بسیار زیاد خوش داریم. و دومی که وقتی که ما همراهشان جای میریم، اگه بچه موتر داشته باشه یا شوهرشان موتر داشته باشه، دخترها خوش دارن که همیشه دروازه موتر شوهرشان و یا بایفرندشان واس کنه. دروازه رو مثلا واس کنه، برش بگه که پرنسسم، ملکه زندگی، ملکه خانه، ملکه قلبم، پرنسس دلم، پرنسس رویاهایم، بفرما شادختم. ما یه چیز بسیار زیاد خوش داریم، اگر مردی کار کنه خلاص دیگه. و سوم، یک چیزی را که همگی شما مردا تا امروز نمیفهمین، تا امروز هم نفهمیدین که زن درک کردن چه رقم آدم باید درک کنه. اصلا فکر کنم کتابا رو که شما بخونین اما ایره هیچ وقت نمیفهمین. انال ما برتون فرت کرده در این ویدیو جوابتان میتم که چه رقم زن درک کنی از دلش بفهمی. یا به نظر من ایره نمیگم، من در ویدیوی بعدی جواب از این میتم که زنها را چه رقم درک کنی و قلبش چه رقم بخوانی. پس این ویدیوی من در اینجا باشه. من دو چیزا گفتم، پس به خاطر سیمیش ویدیوی بعدی را حتما ببینین. براتون میگم که زنها را چه رقم درک کنی. پس ویدیوی بعدی لطفا